بچه‌ها سلام بچه‌ها. امروز بریم بازی که هر چیزی دوست دارید بخواید اسپان کنید و برو. بچه این بازی خیلی باحاله. یه چیز هر که دوست دارید تو خودش انجام بدید. خب اما اینجا یه دخمل داریم. خب این برای چیکار کنیم؟ یک کلت میارم من اینجا. کلت چجوری شلیک میشه؟ آقا ما رو این روحه بزنی. آها اوف چه حالی میده اینجوری بزنی به چوس. خب بچه خوناش هم خیلی اوف 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 اوف. بچه هم میتونید بچه یه کار دیگه هم کنید. مثلا این اگر جایش مثلا زخمی شده چسب بزنید تا که خونریزیش من میدانم. مثلا اینجاش چیز شده و من چسب کجا شد؟ من دقیقا تیر زدم. بسارید داداش بایست. خب اوکی. بچه من این بازی خودم قبلا داشتم و نمیدونم چرا چسب هنوزم داره خونریزی شدید میکنه. بدبخت مرد. خب خونریزی شدید لطفا نداشته باش. آها خب بچه الان این داشتمون اوکیه. نشکر با سلامت. اگه بچه میتونید تبدیل به مومیایی هم کنیمش. اگه زیاد بهش چسب بزنیم شاید مومیایی میشه. خب بذارید اکرم بیاریم. میتونید اینجا ذهنشون رو کنترل کنیم. مثلا میگه بپره این کسا این زامبی بره میتونید این برمار کنید. این کسا برید روش بینید کجا میره که دراز بکشه. لنش خیلی بچه بازیش به هر حال باحاله. او ماشینی هم داره. یه چسبایی هم داشت فکر کنم اینجا بود. نه اینجا بود. اینجا میتونید مثلا با خودتون خونه درست کنید. من چوبه با اینجا این شیشه هاش هم میشکنه. مثلا اینو میزنید توی سر این. اوه آره مثلا اینو میزنید توی سر این بدبخت. چیزی هم زنده است. داشت خونتون میشه پاک کنید. بس خونه اینو پاک کنم. ولی این شیشه مثلا میزنید چه باحال. سلام اکرم. سلام اسخونه. خب باشه میتونید مثلا الان این دوشون رو پرتاب کنید. زمان رو استوب کنید. باشه میتونید داخل این استوب زمان هر کاری که دلمون خواست بکنیم و می بچه خونه نگاه کنید. و مثلا میتونیم منو بگیم باشه مرد. بعدش الان چیکار کنیم بچه ها؟ این نکته رو یادم رفت. میتونید مثلا اینو الان رنگی کنید. چه باحال شد. مثلا من میتونم اینو این رنگی کنم. چه میکنم بچه بذارید آبش کنید. یکم هم روحیش کنیم. نه روحیش کنیم خیلی بد میشه. اینم سبزش یکم پررنگ باشه. قرمزش هم یکم زیادتر کنیم. مثلا قرمزش هم کمه. خب بچه الان این آماده است. ببینیم. چه ملت بچه ها فکر کنم از خودش میتونیم بسازیم. با شورت نداری؟ آقا بیا بیرون. بیا بیرون بابا بیا بیرون. چه پایی داره این پوسی. کله رو بنام. خب بچه نجاتش دادیم. چجوری بزرگ میکرد؟ نه بچه های طرفانی داشت میتونستیم بزرگش کنیم. نمیدونم چجوری اون طرفنده. عجب کله. بچه میدونید کلشون رو بزرگ کنید. اینو توپ کنید.
آه وجه کله به این گنده دیده بودید. بچه تیپ بیسبال جون. اوف بچه خونو بنازم. کلن اینجا رو پاک کنم. بله میخوام بچه میخواستم یه چیز بزرگش کنم ولی یادم رفته. نه خب چیزی بزرگ میشد. من حالا نمیدونم کلشو میکنم داخل بدنش. اوکی نه چجوری بوده میتونستیم بزرگش کنیم. روزش شاید تونستم پیداش ولی شاید بتونم پیداش کنم. نمیدونم داخل اون روحه بود هر چیزی بود. آها بچه یادم آمد چجوریه. اینو اینجوری میذارید بعدش وایس اینو بزرگ کنم. من بیرم بالا اشون میزنید رو این بعدش بزرگ میشه انقدر به حاله که عالی. بچه میخوام اینو شوت کنم بره خونه اکرم. بچه اینش جو رفت گوزو ما اینجای این انقدر این اندازه جورا به پاشه. منو با خودت ببر از مثلا زی بس یه چیزی بزنم پشتش جای دیگهش. آها آی حتی یه تونه دیگه چاقو بذاریم. یا علی سوباسا وارد می شود. حالا خوب مثلا صاف بخور تو سر قوله دوره میاد صاف تو سر. اوه علی خوش نیست شد. نه سوباسا تیکینگ. باشه اینجا همه خونی شد. جنان یوتن تبدیل به مومیایی شدن عالی میشه. داداش خوبی؟ بچه مثل این به رحمت خدا رفته. آقا بیدار شو عزیزم. خب بذاری من یه جوری اینو اینجوری چسمالیش کنم. یه چسمالیش کنید خیلی خوبه. بازم خوب میریزی. نه شوک صدا بولی داره. بچه صداشو میشنوید؟ یه ها چی بود؟ داشت زندش. الان چیکار میکنیم؟ مثلا ما یه قاتلیم. چه لوز خوبیه. اکرم پادشاه که چیز دیگه. خب ببینیم چجوری میتونه چاقو بدن دستش. بگی این که کپی میکنه. اوف بچه چه باحال. ها خون چرا نمیریزه؟ بکنم بچه انقدر فهمید چی شد. من یه چیزی بهش وارد کردم که هر چی بشه دیگه نمیمیره. نمیدونم بهش چی وارد کردم. بچه فکر کنم این شوکه همینی که هست صدای ها میده. همینو بهش وارد کردم و الان دیگه نمیمیره. تو باید بمیری لعنت. من یعنی که با یه توپ بزنی داداش آبروی منو بردی. اکرم گولاسا داره میاد. یا علی برید کنار من اکرم گولاسا.
داداش پاشو من تو رو میبرم با خودم. زمینم میتونم. قوله اینجاش بچه شکسته بود. خب اکرم گولی اینجاست. چیه؟